همه طلاهای خودم و مادرم رو برداشتم و با بهونه تولد دوستم از خونه فرار کردم. هیچی نمیفهمیدم، اما از کاری که میکردم لذت میبردم. خودم انتخاب کرده بودم. باید از خونه فرار نمیکردم، اما اون موقع سرم داغ بود و نمیدونستم که دارم چی کار میکنم. رفقای گلم سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. امشب با یک پرونده جنجالی در خدمت شما هستم. پرونده‌ای که درش هم سرقت از چند خانواده رخ داده و هم دختری از خانواده خودش فرار کرده و بعد از 1 سال نشونه هایی ازش پیدا میشه و این وسط مشخص میشه که یه باند سرقت خطرناک تشکیل شده. عزیزای دلم، ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو تماشا بکنن. پدر و مادری به همراه پسرشون به اداره پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه میکنن و در حالی که به شدت استرس داشتن به مامورا میگن دخترشون گم شده و مشخص نیست که کجاست. صحرا مادر این دختر میگه آخرین باری که دخترمون پیشمون بود 13 مهر ماه ساعت حدودای 8 شب بود. بهمون گفت که تولد یکی از دوستاشه و میخواد تا با اونها به یک کافه بره. خونه ما سمت نیاورانه و کافه‌ای هم که تینا میخواست بره توی اقدسیه بود. به محمد رضا همسرم گفتم تا دخترم رو با ماشینش برسونه، اما اون اصرار کرد که میخواد خودش تنها بره. صحرا میگه من مخالف این قضیه بودم، اما چه کنم که همسرم هیچ وقت نتونست در مقابل خواسته های اشتباه بچه هام بیسته. تینا به هم گفت به احتمال زیاد شب رو به خونه میاد، اما اگه نیومد نگرانش نباشیم چرا که به خونه دوستش میره. با وجود مخالفت هایی که داشتم و اون نادیده گرفته بود، اما همچنان در حال آماده کردن وسایلش بودم که چشمم به این کوله خورد. تینا موقعی که از خونه خارج شد و همراه خودش یک کوله هم برداشته بود. سعی کردم تا محتویات اون رو بررسی کنم، اما دخترم به هم اجازه نداد و گفت که چیز خاصی توش نداره. دختر 21 ساله من بعد از خروج از خونه رفت و دیگه برنگشت و از اون شب تا به الان ما در به در دنبالش میگردیم. من اون شب تا آخر وقت باهاش تماس گرفتم. جواب تلفن رو میداد. به هم گفت که به خونه دوستش رفته و پدر و مادر دوستش هم خونه هستن و جای نگرانی هم وجود نداره، اما من دلشوره داشتم و احساس میکردم که قرار اتفاق بدی بیفته. فردای اون روز صبح اول وقت با تینا تماس گرفتم تا ازش بخوام که به خونه برگرده. شماره دوستش رو ازش گرفته بودم. با اون تماس گرفتم تا ببینم که تینا چرا جواب نمیده، اما در کمال تعجب فهمیدم که همه چیز دروغ بوده. مشخص شد که تولد دوست تینا توی ماه بهمنه و اون حتی دیشب هم دختر من رو ندیده. دوستش به هم گفت که دیشب خونهشون بوده و تینا هم حتی با اون تماس نگرفته. همسرم محمد رضا سعی میکرد به هم دلداری بده و آرومم کنه، اما من آروم و قرار نداشتم. این زن در ادامه اظهارات خودش میگه سری کوله‌ای که تینا با خودش برده بود یادم افتاد و به سراغ کمد وسایلم رفتم. درب کمد رو که باز کردم دیدم هیچ کدوم از طلاهام سر جاش نیستن. به شدت نگران دخترم بودم و هر جایی که فکرش رو کرد رو بررسی کردم. این زن در اظهارات خودش میگه تینا سال 3 دانشگاهه و توی دانشکده هنر درس میخونه. من حتی با رفتن اون به دانشکده هنر هم مخالفت کرده بودم. دخترم از لحاظ تحصیلی قوی بود و من دلم میخواست اون توی رشته تجربی درس بخونه، ولی نشد. رابطه من با دخترم این اواخر سرد بود و اطلاعات چندانی از دوستاش و کارهایی که انجام میداد نداشتم. برای همین هم الان نمیدونم که اون به کجا رفته و چه کسی سعی کرده تا دخترم رو ازم بگیره. صحرا همسر خودش رو عامل اصلی این اتفاق میدونه. پلیس اظهارات این زن رو ثبت میکنه و بعد از اینکه با محمد رضا و برادر تینا هم حرف میزنه تحقیقات خودش رو در رابطه با این قضیه آغاز میکنه.
از طرفی بررسی از داخل خونه سهراینا هم آغاز میشه و طبق گفته های این زن تایید میشه که دخترشون همه طلاها و اشیای قیمتی خودش و مادرش رو به همراه خودش برده بوده. مامورا توی وهله اول به سراغ دوست تینا نرگس میرن تا ببینن که ماجرا از چه قراره. نرگس اما به همراه پدر و مادرش توی اداره پلیس حاضر میشه و در اظهارات خودش میگه از چیزی خبر نداره. نرگس میگه تولد من بهمن ماهه و نمیدونم که چرا دوستم به پدر و مادرش راجع به من دروغ گفته، اما من توی این قضیه هیچ تقصیری ندارم. به هیچ عنوان هم 13 مهر ماه تینا رو ندیده و اونها با هم به بیرون نرفتن. متاسفانه علیرغم تلاش‌های فراوانی که توسط پلیس صورت میگیره هیچ اطلاعاتی از تینا به دست نمیاد. معلوم نمیشه که اون به کجا رفته تا اینکه شهریور ماه سال 1400 تقریباً بعد از گذشت 1 سال از این اتفاقات ماجرای عجیبی برای تعدادی از خانواده‌های ساکن در داراباد و درکه رخ میده. اولین گزارش توسط زنی به اسم فریده ثبت میشه. این زن در حالی که به شدت استرس داشته به اداره پلیس مراجعه کرده بوده و میگه موقعی که داشتم پسرم رو از مدرسه برمی داشتم تا به خونه برم، یه دختر و پسر در حال تعقیب من بودن. ماشینم رو توی یکی از پارکینگ های اونجا پارک کرده بودم که وقتی وارد اونجا شدم متوجه شدم این 2 نفر همچنان در حال تعقیب من هستن. نمیدونم کی بودن، اما ماشینشون یکی از مدل های جیپ بود. تلاش کردم تا سوار بر ماشین بشم، اما اونا به هم رسیدن و به زور من رو گرفتن. بعد هم تمام طلاهایی که توی دستم و گردنم بود رو در آوردن و سریع از اونجا فرار کردن. پلیس اظهارات این زن رو ثبت میکنه و سریعاً راهی اون پارکینگ میشه تا بررسی های خودش رو در رابطه با این قضیه داشته باشه. طبق اطلاعاتی که فریده به مامورا میده، پلیس موفق میشه تا تصاویر دوربین های مداربسته داخل اون پارکینگ رو به طور دقیق بررسی کنه و مشخصات ماشین و چهره این 2 نفر رو تا حدودی ثبت بکنه. توی بررسی هایی که از تصویر ثبت شده از چهره این 2 نفر انجام میشه، مشخص میشه که پسری که توی این ماجرا دست داشته یه فرد سابقه دار بوده و قبلا هم بارها از خونه های مختلف سرقت کرده بوده. بررسی از تصویر این دختر اما نشون میده در کمال ناباوری متاسفانه این فرد همون تینا بوده که از خونه فرار کرده بوده و در حال حاضر مشغول به این کار شده بوده. مشخص نبوده که تینا چرا درگیر این ماجرا شده. پلیس ماجرا رو بعد از گذشت 1 سال با خانواده تینا در میون میذاره و اونها به شدت خوشحال میشن. مامورات طی تحقیقات مفصلی که انجام میدن بالاخره به همه چیز پی میبرن. پلیس موفق میشه تا نشونه هایی رو از علیرضا، پسری که توی این سرقت دست داشته، به دست بیاره. تو همین حین اما گزارش یه مرد به اداره پلیس باعث میشه تا علیرضا هر چه سریعتر دستگیر بشه. فردی ماشینی رو که کاملا شبیه ماشینی بوده که به دنبال فریده افتاده بوده توی دیوار آگهی کرده بوده و زیرش هم موضوعات بی ربطی نوشته بوده. همسر فریده سیاوش توی این 40 روزی که از گزارششون برای پیدا کردن این 2 سارق گذشته بوده، از اونجایی که آسیب‌های جدی به بچهش وارد شده بوده نتونسته که بی تفاوت باشه و توی این مدت مدام به دنبال این فرد بوده که خیلی اتفاقی شاهد یه آگهی توی دیوار میشه. سیاوش در تشریح ماجرا توی اداره پلیس میگه نمیتونستم آروم و قرار داشته باشم، برای همین هم بعد از کلی جستجو بالاخره این فرد رو پیدا کردم. توی دیوار یه آگهی زده شده بود که خیلی عجیب بود. فردی توی توضیحات ماشین اشاره کرده بود که قصد فروش ماشین رو نداره و با این کار سعی داره تا افرادی که به دنبال فردی برای خوشگذرانی و رابطه جنسی هستن رو براشون دختر یا ماشین جور کنه. غیر مستقیم اشاره شده بود که افراد میتونن برای یه شب اجاره ماشین و دختر تماس بگیرن.
با ترفند و حقه با صاحب شماره تماس گرفتم و ازش خواستم تا با هم قرار بذاریم. از طرفی چند نفر از اقواممون رو هماهنگ کردم تا با هم به سر قرار به این فرد بریم. نهایتاً موفق شدم تا اون رو در حالی که توی ماشینش نشسته بود گیر بندازم و به همراه اقواممون به خونمون منتقلش کنم. در حال حاضر هم اون الان داخل خونه ما زندانیه. علیرضا توسط مامورا دستگیر و راهی اداره میشه. اون از لحاظ جسمی به شدت آسیب دیده بوده و احتمال داده میشه که سیاوشینا توی این امر دخالت داشته باشن و اون رو کتک زده باشن. مامورا طی بازجویی‌هایی که از این فرد داشتن موفق میشن تا محل اختفای تینا و دوست این فرد بیژن رو هم شناسایی و دستگیر کنن. علیرضا اما توی اداره پلیس مجبور میشه تا به همه چیز اعتراف کنه. تینا هم توی گفته‌های خودش همه ماجرا رو تعریف میکنه. این دختر میگه باید از خونه فرار نمی کردم، اما اون موقع سرم داغ بود و نمیدونستم که دارم چی کار میکنم. اشتباه کردم. تینا میگه من از 2 سال پیش درگیر اعتیاد به گل شدم و توی این مدت هم علیرضا رو شناختم. توی دوره همی هایی که میرفتم خودشون علیرضا رو به هم معرفی کردن و علیرضا هم به دوره همی ها می اومد و ما هر از گاهی همدیگر رو میدیدیم. من از اون لحظه به بعد جنسم رو از علیرضا میگرفتم تا اینکه من کم کم وابسته اون شدم و تصمیم گرفتم تا از پیش خانوادم جدا بشم و پیش اون برم. همه طلاهای خودم و مادرم رو برداشتم و با بهونه تولد دوستم از خونه فرار کردم. من توی این مدت درگیر هر کاری که فکرش رو بکنید شدم. به مرور که درگیر مصرف شیشه شدیم، توی خونه هر وقت که خودش دلش میخواست پیش دوستش با من رابطه برقرار میکرد و بعد از یه مدت دوستش بیژن هم به خودش اجازه میداد تا به من دست بزنه. ما توی این مدت برای اینکه پول به دست بیاریم دست به هر کاری زدیم. این دختر میگه ما این اواخر به ایده بیژن قرار بر این شده بود که توی دیوار به بهانه آگهی ماشین وارد فاز این بشیم که من با مردهایی که از اونجا با همون تماس میگیرن وارد رابطه بشم و از این طریق و اخاذی اونها پول در بیاریم. از طرفی گاهی اوقات من یا علیرضا به همراه بیژن برای زورگیری اقدام میکردیم. فریده اولین نفری نبود که ما ازش طلاهاش رو دزدیدیم. 2 بار دیگه هم دست به این کار زدیم. 3 بار هم از طریق خود بیژن به خونه 3 نفر رفتم و باهاشون یه مدتی در ارتباط بودم. تینا میگه من توی این مدت توی خونه علیرضا علاوه بر اینکه هر چند شب 1 بار با اون و بیژن بودم، با چند نفر دیگه هم رابطه برقرار کردم تا پول به دست بیارم. فکر میکردم علیرضا آدم خوبی باشه، اما اینطور نبود. پلیس اظهارات این فرد رو ثبت میکنه و به سراغ علیرضا میره. این فرد هم بعد از اعترافات تینا به همه چیز اعتراف میکنه. علیرضا میگه من فقط توی کار سرقت‌ها بودم و بیژن اما توی اداره پلیس در اظهارات خودش همه چیز رو تایید میکنه و میگه اگه خانواده‌اش قدر اون رو میدونستن و کاری نمیکردن که از خونه فراری بشه، هیچ وقت این اتفاقات نمیافتاد. ماجرا اما فقط همین موضوعات نبوده. در رابطه با جرم‌های این 3 نفر شاکی‌های دیگه‌ای هم به اداره پلیس مراجعه می‌کنن و از اونها بابت سرقت اموالشون شکایت می‌کنن. با توجه به همه مدارک و شواهد موجود، پلیس این 3 نفر رو به اتهام سرقت اموال، نشر اکاذیب، تلاش برای ایجاد روابط نامشروع و همچنین بیژن و علیرضا رو به اتهام سوء استفاده از اشخاص راهی بازداشتگاه میکنه. جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه. قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود و همچنین اتهامات هر 3 نفر رو بررسی میکنه. شاکی‌های پرونده که تعدادشون بالای 7 نفر بوده، برای سرقت اموال، آزار و اذیت و ایجاد رعب و وحشت از این 3 نفر شکایت کرده بودند. خانواده تینا اما توی دادگاه با توجه به اوضاع نابسامان دخترشون از بیژن و علیرضا بابت سوء استفاده اونها از دخترشون در زمینه‌های مختلف اخلاقی شکایت میکنن.
قاضی پرونده هم در نهایت از اونجایی که همه چیز واضح و شفاف بوده، بیژن و علیرضا رو به 15 سال حبس، 70 ضربه شلاق و تینا رو هم به 5 سال حبس محکوم میکنه. خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید. امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم. عزیزای دلم، ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو تماشا بکنن.